الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على من يسمى في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى الأبد. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران اسلامی، روز شریف جمعه را از برای یکایک شما تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه خداوند بزرگ مسئلت آن را دارم که پروردگار و خاطر این نماز که بزرگترین عبادت است و به خاطر این روز که شریفترین ایام است و به خاطر این مکان که مقدسترین مکان است، طاعات و عبادات ما را به درگاهش قبول و مقبول گرداند و توشه آخرت ما سازد. آمین. ما هفته گذشته اگر یادتون باشد قصه حرب صفین شروع کردیم و عاقبت الامر به همون موضعی رسیدیم که دو لشکر بزرگ اسلامی در مقابل همدیگر قرار گرفتند. یک جنگ اندک شد در سر آب، اما زود که الحمدلله این جنگ از بین رفت، به صلح انجامید، به شرافت قلب حلیم و نرم حضرت علی کرم الله وجهه که امیر المؤمنین بود. وقتی که عراقی ها یعنی لشکر حضرت علی با آب صاحب شدند به همون موقع آبگیری و نگذاشتند که شامی ها بیایند و آب گیرند، آنچنانه که شامی ها صد مانع عراقی ها شده بودند، حضرت علی در میانه واسطه شد، گفت شما چیکار میکنید؟ آیا از آب که نعمت خدا است مخلوق خدا را منع کرده می شود؟ شما حق ندارید حیوان های وحشی و درنده را از آب منع کنید. چی نوع برادرای مسلمان اختونه از آب منع میکنید؟ گذارید هر کس که آب میخواهد بیاید و گیرد. بعدا مدت 2 روز خاموشی بود، لشکر به سفارایی مشغول بودند. بعدا حضرت علی 3 نفر از رهبران و پیشواهای عرب که در قشونش قرار داشتند به حیث سفیر به نزد حضرت معاویه فرستاد. یکی از ایشان بشیر ابن عمرو انصاری بود، دیگر شبس ابن ربعی سهمی بود و نهایت سومی سعید ابن قیس همدانی. اما متاسفانه به سبب تیز خلقی شبس ابن ربعی که سخنهای بسیار دغل و درشت به معاویه رضی الله عنه گفت، همین سفارت به نتیجه نه انجامید. عاقبت کار به آن رسید که سخنهای دغل و درشت بین همدیگر رد بدل کردند و سفیرها به نتیجه بازگشتند. وقتی که آمدند حضرت علی قشون را بین سرلشکرها تقسیم کرد و گفت اگر ما به یک جایگی جنگ کنیم آدم زیاد تلف می شود، مسلمان زیاد بیجان می گردد، از همین خاطر گروه جنگ خواهیم کرد. ما گفتیم که قشون به نهایت زیاد بود. از جانب شامی ها به قول اصح 150,000 نفر شرکت میکرد. از جانب عراقی ها نیز از 120 تا 130,000 نفر، قریب 300,000 نفر قشون بود از دو جانب. و تمام شهسوارا، تمام پهلوانای اسلام و عرب همه در این جنگ شرکت داشتند. بزرگترین شخصا، سردارای قبیله ها، بعضی قبیله ها مطلق به کلی به تمام جوان مردای جنگاور شو در جنگ شرکت داشتند. از این خاطر میان سرلشکرها حضرت علی تقسیم کرد روزهای جنگ، گفت که آهسته آهسته برآمده و جنگ کنید. از میان سرلشکرهای علی رضی الله عنه اونانی که به نوبت به جنگ می برآمدند
قبل از همه اشتری نخعی را میتونیم نمبر کنیم، از همه زیادتر اشتری نخعی میبرمد. و نیز بعضی از سرورای عرب، سرورای اسلام مثل زیاد ابن ناظر تمیمی و خالد ابن معمر که از بنی ربیعه است، سرور قبیله بنی ربیعه، و عدی ابن حاتم پسر حاتم تای از بنی تای، و حضرت عمار ابن یاسر 90 ساله، و قیس ابن سعد، همون قیس ابن سعد که پسر سعد ابن عباده رضی الله عنه بود. و یک گفتیم که حضرت علی از وظیفه والگی مصر سبکدوشش کرده بود. بسیار شخص زیرک و بسیار شخص سیاستمدار بود. از جانب حضرت معاویه لشکر شام با نوبت عمرو ابن عاص و ذوالکلاء حمیری و عبیدالله ابن عمر پسر حضرت عمر رضی الله عنه و شرحبیل ابن سمت و حبیب ابن مسلمه، یا همه پهلوانای نامدار هستند. حبیب ابن مسلمه را یا تان باشد در زمان وقتی که در باره خلافت حضرت عثمان صحبت میکردیم، ای گفتیم همون پهلوان اسلام است که وقتی که زنش پرسید که در کجا ملاقات میکنیم، گفت یا در خیمه سرکرده رومی ها یا در جنت. بعدا هجوم کرد، قشون رومی ها را شکست داد و وقتی که بازگشت آمد در خیمه سرور رومی ها داخل شد، اویلش در همونجا دریافت که منتظرش نشسته است. همه پهلوانای نامدار، همه قهرمانای اصل زمان خود بودن، با نوبت با همدیگر جنگ میکردن. تمام ماه ذوالحجه با جنگ بین طرفین گذشت. حتی بعضی روزهای میشد که دو نوبت جنگ میکردن، تا پیشین و بعدی پیشین. وقتی که سال 37 هجری شروع شد، ماه محرم بود، حضرت علی و حضرت معاویه خشونه از جنگ باز داشتن که یک لحظه صبر کنه. در دل همه یک امیدی بود، یک شعله امیدی بود که شاید بین لشکرها صلح شود و خونریزی قطع گردد. زیرا همه میدونستند که عاقبت این جنگ بسیار خرابی آور است. و توفم در دهنم خشک شده است. آب سپارش کرده بودیم، حالی هم است که آب میارن. متاسفانه از همه حمام برمدیم، تیز آمدیم در رو کنیم گفتم ببخشید. و در ماه محرم یک لحظه از جنگ نیزای بین همدیگر قشونها باز ایستادند. در ماه ذوالحجه حضرت علی به عبدالله ابن عباس پسر عمکش امر کرد تا اینکه امیری حج را به عهده گرفته و حج مسلمانان را انجام دهد. حضرت عبدالله ابن عباس در موسم حج امیر موسم حج بود، حج انجام داد، بازگشت کرد آمد. تمام ماه محرم به گفت شنید میگذشت. حضرت علی 4 نفر باز انتخاب کرد از سر نو. از همین رفتار و کردار معلوم میگردد صلح جوییش که میخواست با راه مصالحه کار انجام یابد. عدی ابن حاتم و زیاد ابن خصفه تمیمی و شبس ابن ربعی، همون شبس ابن ربعی تندخو، بسیار آدم بغیرت بود، شجاع بود. از بس که نمی ترسید، باری دوم هم حضرت علی باز از نو گرفت سفیرش تعیین کرد. هر کس در پیش حکمران گپ زده نمیتونه، خیلی غیرت شجاعت لازم است. وقتی که نزد حضرت معاویه آمدن، در ابتدا عدی ابن حاتم صحبت شروع کرد. گفت یا معاویه از خدا بترس که این دنیا فانی شونده است، بعد این دنیا دنیای باقی می آید. برای این کارها حساب کتاب میکنن ما در پیش پروردگار. البته که سوال و جواب خواهیم شد،
از خدا بترس که همه خونهایی که ریخته می شود در ذمه تو می افتد. اگر به شرط تو صلح به کله نگیری، اگر به شرط که با حضرت علی بیعت نکنی، از همون روز خوف داشته باش که بر سر اهل بصره اومده بود در حرب جمل. وقتی این سخن گفت، حضرت معاویه گفت یا عدی، تو گفت مصلح آمده ای یا مهدد؟ تو برای صلح دادن آمده ای یا برای ترس هراس دادن؟ تو آمده ما را ترس داده استی، تهدید میکنی؟ تو مرا نه ترسان. گفت من فرزندی جنگم، در جنگ کلان شدگیم، از جنگ میترسانیم. قبل خیلی نمیشوه. اگر مصلح آمده باشی مصالحه طلب کن. بعدی زیاد ابن خصفه به سخن در اومد، گفت تو چرا سخنبازی و لجبازی میکنی یا معاویه؟ ما برای آن آمدیم که با تو صلح و صلاح کنیم، صلح پیشنهاد میکنیم. تو از پشت هر یک کلمه و از پشت هر یک ترکیب میدوی. از خدا بترسی کار نکن. گفت ما تو را به سوی جماعت و طاعت دعوت میکنیم. معاویه در جواب گفت اگر جماعت میخواهید، جماعت من است. همراه من صحابه پیغمبر هستند، همراه من هم مسلمان ها هستند، غیری مسلمان نیست. اما اگر طاعت میخواهید، چی نگو من طاعت علی را کنم که در خون عثمان شریک است؟ بالفرض اگر شریک نباشد، به هر وجه صورت قاتلای عثمان جا داد است، کو نگه میدارد. قاتلا را در دست ما تسلیم کنید، ما قاتلا را به سزای عملشو برسونیم. هر کسی که در همون فتنه شریک بود، بعدا میبینیم، بعد دوام کار را نگاه میکنیم. شبس ابن ربعی باز طاقت نکرد، گفت یا معاویه تو را به خدا قسم، اگر همین عمار ابن یاسر در دستت بیفته، عمار ابن یاسر را قتل میکنی؟ صحابی پیغمبر را قتل میکنی؟ در جواب معاویه گفت ابن سمیه را برای عثمان نه، برای غلام عثمان ناتیل قتل میکنم. عثمان خیلی مرتبه و منزلتش بلندتر است. من برای همون ناتیل غلام عثمان که کشته شد، برای همون ابن سمیه را قتل میکنم. وقتی این سخن گفت، باز خون در سر شبس ابن ربعی زد. گفت عمار ابن یاسر برای تو یگون هدیه چه های، یگون بازی چه های؟ قسم به خدا قبل از او که به عمار ابن یاسر دست میابه، همه آسمان فراخ و همه زمین وسیع با همه وسیعش در نظر تو در چشم تنگ میکنه، دنیای روشن در چشم تاریک میگردونیم. معاویه گفت که این زمین من برای تو از تو دیده با تنگترش میکنم، اما خیلی که باشه پس تمام کاری جنگ است. وقتی که خارج میشدن، زیاد ابن خصفه را نزد خود خواند. زیاد ابن خصفه از بنی ربیعه است، یک چه بگم اکثر قشون حضرت علی را بنی ربیعه تشکیل میکرد. بسیار شجاعانه میجنگیدن و پیشنهادش گفت یا زیاد تو چی کار میکنی به این مردمی که قدری تو را نمیدونن؟ آیا علی یگون منصب و وظیفه پیشنهادت کرده است؟ گفت نه. گفت تو بیا با من یار شو، ولایت عراق در تو میتون. اگر من غالب بیام، ولایت عراق است تو. زیاد گفت یا معاویه، فقط در یک حالت با تو دوستی و رفاقت کرده میتونم، اگر با علی بیعت کنی. تو شرم نمیداری؟ گفت تو با کی سر پنجه میره؟ با علی؟ علیه که بهترین امت اسلامی است در این شرایط، علیه که داماد پیغمبر است، علیه که پسر عمک پیغمبر است، علیه که رسول الله صلی الله علیه و سلم خود تربیتش کرده است. به همین علی خود مقابل میگذاری؟ شرم نمیداری؟ و تو اگر به یک کسی دیگر مقابل میگذاشتی، میتونستیم بین شما یکی را انتخاب کنیم. ای بس این مردم عرب، گفت این طایفه های بنی حمیر که تو فنچو کردی آوردی، اینا عقل و فراست ندارن، اینا علی را از نزدیک ندیدین و ایلا هیچ که از قفای تو نمیرفت. وقتی که زیاد خارج شد، معاویه با عمرو ابن عاص مراجعت کرد، گفت این مردو را ببین، همش یک گپ میزنن، اینقدر محبت نسبت حضرت علی هیچیشون نداده است، یگان هدیهشون نداده است، چیزی وعدهشون نمیکنه، اما محبت ها ببین نسبت علی. وقتی که بازگشتن اومدن، معاویه نیز از جانب خود
3 نفر انتخاب کرد و به سفارت نزد حضرت علی فرستاد. همو حبیب ابن مسلمه قهرمان و شرحبیل ابن سمت و یک شخص دیگری را همراه اینو کرد. آمدند نزد حضرت علی. حبیب ابن مسلمه سخن شروع کرد، گفت شما خیانت کردید و امیر مؤمنان را به قتل رساندید و در خون او شریک گشتید. به ظلم پادشاه امیر مسلمانان کشته شد. خب بعداً بیعت کردی در صورتی که حق بیعت نداشتی. اگر از خلافت دست بکش و تمام قاتلا و کسایی که در فتنه ضد حضرت عثمان شریک هستند به دست ما سپار که به سزای عملشون رسانیم و بعدا واگذار میکنیم به ملت اسلامی که به شکل شورا خلیفه تعیین گردد، همچنانه که حضرت عثمان به شورا تعیین کرده بودند. حبیب ابن مسلمه واقعا قهرمان بود، قهرمان میدان حرب بود، اما حبیب سیاستمدار نبود. اگر سیاستمدار میشد میدانست که با علی چی نوع صحبت کند، سخنی ناتراشیده و ناخراشیده نمیگفت. متاسفانه ایرا مثل همون شبس ابن ربعی فقط جرأت شجاعت داشت خلاص. تا به حال مردم ما گمان میکنن که این سیاست یک کار زیادتی است، در وقتهای خالی همه به سیاست دست بزنن. اندیشه نمیکنن که سیاست بسیار کاری مشکل است. سیاستمدار کسی را میگن که از بین سطرها خوانده تواند. سیاستمدار کسی را میگن که با ایما و اشاره سخنی رقیب درک کند و با ایما و اشاره رقیب بفهمونه، آشکار گپ نزنه. این کار رفتارای اینا میکردن با یک نفر سرلشکر خاص بود، بله با یک قماندان درست بود، اما با سیاستمدار زیبنده نبود. طرز سخن گفت که حضرت علی با همون حلم و بردباری که داشت کفید. گفت من انت لا ام لک و هذا النسب و هذا العزل. تو کی هستی؟ گفت به مادر. تو بدبخت را کجا و عزل کردن نسب کردن خلیفه ها کجا؟ این چی سخن است تو گفته استی؟ ای بدبخت بی سعادت، نه تو نه معاویه سرداری تو حقوقی در شورا شرکت کردن ندارن، حقوقی پیشنهاد کردن ندارن. به غضب اومد. تو کی هستی؟ گفت ابله. تی احمقه که فرستاده است از من. و این حبیب ابن مسلمه را، راستی حبیب ابن مسلمه را اکثریت میگن از تابعین بود، اما در بعضی روایات اومده است که در عهد پیغمبر صلی الله علیه و سلم تولد شده است. میگویند تولدش در عهد پیغمبر بود، اما طفلک بود وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشت. گفت حالی اگر در جنگ ببینی بعد میفهمی من کی هستم. حبیب ابن مسلمه به جانب حضرت علی. اگر گفت آسمان و زمین لشکری ته شود، هجومی پشه چی آرد خلل بر مایه فیل؟ از دستی تو چی کار می آید؟ اگر خداوند مرا باقی مانه من تو را باقی نمیمانم. گفت ابله. شرحبیل ابن سیم در بین اومد، گفت یا امیرالمؤمنین. اکا امیرالمؤمنین نمیگن، گفت یا علی. اینا امیر مؤمنان بودن حضرت علی را قبول ندارن. گفت یا علی یگون سخن دیگر هم داری برای ما بگوی؟ گفت بله. به معاویه برسونه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از زمانی که اسلامش آشکار شد علی مسلمان شد، همیشه در پهلوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود و او ذوالفقاری که رسول الله صلی الله علیه و سلم به علی هدیه کرده است هنوز هم در دست شد. و این طایفه که امروز دعوا میکنن، دعوای عزل علی میکنن، اینا حقوق انتخاب کردن خلیفه را ندارن. زیرا اینا وقتی که حضرت علی را غضبش کرد گفت اینها بعد فتح مکه از ترس هراس مسلمان شدن.
تمام اشخاصی که در جنگ بدر شرکت کردند همه گفت با من بیعت کردند، کسی استثنا نیست. بدری ها انتخاب کردند. حق انتخاب خلیفه را بدری ها دارند، نه معاویه و عمرو ابن عاص و امثال ایشان. همین سخن برسانید. بعد سخنهای زیاده در بعضی تاریخ ها اومده است، از جمله امام طبری آورده است که او قدر اصل ندارند. از حضرت علی گفتن او سخنها او قدر زیبنده نیست من گمان میکنم، اما در حالت غضب و خشم عاقبت الامر گپ بینشون موافق نشد و خارج شدند. حضرت علی گفت لا تسمع الموتى انک لا تسمع الموتى، تو گفت مرده ها را فهمونده نمیتونی، آدمی که مرده است او را چخیل میفهمونی، چخیل نصیحتش میکنی؟ اگه توکل شو به خدا و گشتن رفتن. ببینه حبیب ابن مسلمه یک قهرمان اسلام، یک جنگاور جوان، اما بی‌ادبی را ببینه تا کدام درجه، مناسبت و معامله را ببینه با شخصی که بهترین مسلمان است در همون عصر خود، با شخصی که خلیفه مسلمان است، معامله و گفتگو را ببینه. جوانای عزیز معامله را یاد بگیرید با هر کسی باشد. اگر کسی نباشد از خود بزرگ باشه، وقتی که صحبت میکنه لااقل آدابی همون چند کرته پیش از شما دریدنش در مد نظر داشته باشه. ببینید شاید اگر شبس ابن ربعی با حضرت معاویه سخن قبیح نمیگفت، شاید حبیب ابن مسلمه با حضرت علی این سخنها را در میان نمیگذاشت، بین مسلمانان صلح صلاح واقع میشد. اگه همش حکمت الهی است، همش تقدیر ایزدی است، اما همه همینو سبب میشوند. حالی بعدتر میگوییم که در میدان جنگ حضرت علی حبیب ابن مسلمه را صدا کرد که کجا شدی پهلوان؟ گفتی در حالی بعد میبینیم در حالت میبینیم که دیگه نمیفورد، بیا کخته نشان ته. اما پیش حضرت علی کی جرأت میکنه بروید؟ حضرت مولوی چی خوب گفته است، خدا رحمتش کنه، موشک در کف مهار اشتره، در ربود و شد روان او از میری، اشتر از چستی که با او شد روان، موش غره شد که هستم پهلوان. یک شتر خواب بدست یا موشک میآید و از بند مهارش به دنداناش میقپه میکشه. شتری چقانی رهرو بود است، به اندک اشاره از جوش میخیسته، شتر پرید از جوش خیسته روانه شد. این موش خیال کرد خیلی من پهلوان هستم، با یک کشیدنم شتر از جوش خیزوندم تا رسیدن بر لبی آب بزرگ. موش پیش شتر از قفا روانه شدن، اومدن که در راه دریا برومه، دریای کلان. موش آنجا ایستاد و خشک گشت، گفت اشتر ای رفیقی که دشت، این قلاووز چیست حیرانی چرا، پا بیره مردانه اندر جو درو. این توقف چیست حیرانی چرا، پا بیره مردانه اندر جو درو. تو قلاووزی و پیشاهنگ من، در میان ره باشه تن مزن. در لب دریا موش دیگه میخ شد بیچاره. شتر گفت برادر چی جا ایستاده؟ تو دعوای امیری داری، دعوای پیشوایی داری، تو لجام ما را گرفته پیشانداز کرده اووردهستی، در میان راه نبیست. مردی حقیقی در بین راه دیگه نمیسته، لغت که برا. گفت این آبی شگرف است عمیق، من همه ترسم زیگر خواب رفیق. گفت آبی کلان میتوه، میترسم که او میبرم. گفت اشتر تابو بینم حدی آب، پادرو بینهاد آن اشتر شتاب. گفت تازانوس آب ای کورموش، از چه حیران گشتی و رفتی زی هوش؟ شتر گفت خوبه آب یا بینام. در اومد آخه او آب در شتر به همه زانوهاش حیله میرسید است. ای کورموش گفت ای آب همه حیله به زانو را میرسد، تو چی قدر تلخت کفیده است؟ بیا گفت لغت که رفتیم. گفت موری توست ما را اژده هاست، که زی زانو تا به زانو فرق هاست.
گر تو را تا زانو است ای پرهنر، مرمر و 100 گز گذشت از فرقی سر. گفت حکومت زانو ما به زانوی تو قیاس کنم، او آبی که ترا به زانود میرسه او را ای بالای سرم 100 گز پناه میکنه میگذره میروه. گفت گستاخی مکن باری دیگر، تا نسوزد جسم جانت از شرر. تا میری با مثل خود موشان بکن، با شتر مرموش را نبود سخن. همون تا که از گفت پاتا به حد کرپا درست که تا موشک چی و با شتر سر بسر شدن چی. حبیب ابن مسلمه پهلوان جنگ ای، اما باید به مثل خودش ها مراجعت کنه، به مثل خودش ها به اون معامله رفتار کنه. حضرت علی گجا و حبیب ابن مسلمه گجا، شیر خدا گجا و حبیب ابن مسلمه گجا. عاقبت الامر حضرت علی را به غضب آوردن، به قشون امر کرد گفت آماده شوی و یک نفر فرمان داد از یک بلندی برآمد به لشکر شام صدا کرد که خدا شاهد است. حضرت علی میگه که خدا شاهد است که من خون کسی را نمیخواستم بریزم، اما شما با سرکشی خود، با این راهبرای به فراست خود خودتان در دم خون انداخته. از ما گیله‌ور نشوی. تمامی کوششی که در دستم بود سعی بود کردم تا اینکه بین ما جنگ واقع نشود، اما تمام از پگه شروع می شود. آماده شوی. کلی لشکر با کلی لشکر جنگ میکنه. بعدا خشون آراسته کردن. از بس که لشکر به نهایت زیاد بود، همه او لشکر در یک مکان و در یک موضع جو کردن درست نبود. حضرت علی روزها را تقسیم کرد و هر روزی از سرلشکر را تعیین کرد که برو با دشمن بجنگ. روزی چهارشنبه ماه صفر شروع شد جنگ اساسی صفین. اول شخصی که با لشکر به میدان برآمد اشتر نخعی بود. همون اشتر نخعی گفتیم سرسپرده و سرلشکر بسیار غیور و جسور حضرت علی. در مقابلش حبیب ابن مسلمه برآمد. خیلی به هم دیگر جنگیدن تا بیگاه کسی مظفر نشد. باز میگم که کسی با اشتر نخعی در میدان جنگ در جنگ تن به تن نمی برآمد. هر کسی که در لشکر ادعا کرده است و برآمده است مبارز طلبیده است، اشتر نخعی به مقابلش می اومد، باید ضربه میکشتش. برای همین وقتی که میدونستن که این اشتر نخعی است، کسی در مبارزه تن به تن به او نمی برآمد. روز پنجشنبه، روز دوم جنگ، هاشم ابن عتبه صحابی بزرگ پیغمبر که قاری و حافظ قرآن بود و در جنگ عادتا قرا را پشتیبانی میکرد، یعنی که پیشوای قاری ها بود، او را سرلشکر تعیین کردند. در مقابل ابوالاعور سلمی خارج شد. تا بیگاه جنگیدن، هر دو طرف هم بسیار ثباتکارانه می جنگید، بسیار جنگی سخت بود. آدم زیاد البته که شهید می شد از هر دو جانب. روز جمعه، روز سوم جنگ، عمار ابن یاسر در میدان خارج سرلشکر در مقابل عمرو ابن عاص، از هر دو جانب هم صحابه های پیغمبر. در روایات اومده است، امام طبری روایت میکنه که حضرت عمار ابن یاسر پیش می جنگید مسافت 90 ساله. به عمرو ابن عاص نزدیک آمد، صداش کرد که عمر شرم نمیداری از خدا؟ گفت تا ملک مصر به آخرتت فروختی، آخرت برای ملک مصر فروختی، خیانت کردی، با امیرالمومنین با خلیفه بیعت نکردی. عمرو ابن عاص با خبر بود از همون حدیث پیغمبر که گفت یا عمار تقتل کلفیت الباغیه، ای عمار ترا لشکری سرکش، لشکری ظالم میکشه. از همین عمرو ابن عاص با خبر بود، جرأت نمیکرد نزد عمار بیاید. تا بیگاه جنگ کردن، حضرت عمار ابن یاسر توانست که قشون عمرو ابن عاص کمی قفا اندازه، پیشتر رفتن. روز چهارم جنگ، روز شنبه بود. روز شنبه، در روز شنبه
پسر حضرت علی محمد ابن حنفیه سرلشکر تعیین شد. بیرق در دست محمد ابن حنفیه داده شد. از جانب مقابل عبیدالله ابن عمر پسر حضرت عمر. ای را ببینه، از یک جانب پسر حضرت علی، از جانب دیگر پسر حضرت عمر. جنگ در جوش و خروش بود که عبیدالله ابن عمر محمد پسر علی را دعوت کرد به جنگ. مردی گفت بیا به مبارزه، به میدان برو. محمد ابن حنفیه روانه شد. حضرت علی نگاه میکرد از قلب لشکر، گفت کی است؟ گفتن محمد است پسرت، بر ضد عبیدالله جنگ رفته است. فرزند بسیار شیرین است. ببینه حضرت علی 58 ساله بود. پسرش که دید طاقت نکرد، از پتازان به میدان. گفت محمد صبر کن. خودش پیش رفت، گفت یا عبیدالله بیا. عبیدالله گفت من با تو جنگ نمیکنم. گفت مردی بیا، پهلوانی میجم بودی بیا میدان ای دلیره. اما عبیدالله جرأت نکرد نزد حضرت علی بروی، خفا گشت برفت. اومد که پسرش مذمتش کرد، گفت پدر جان چرا نگذاشتی من جنگ کنم؟ من پهلوانم، منم پسر علیم. انشالله گفت میکشتمش، قتلش میکردم. گفت پسر جان انشالله من باور داشتم که تو میکشیش، نه که اورم شانس داشت که تو را بکشم. ایمی ترسیدم. فرزندی ولی یک سرسیحک تولد که کلانش که بعد میفهمی به قدری فرزند میرسی. خب روز پنجم جنگ، روز یک شنبه، حضرت عبدالله ابن عباس خارج شد، شاه مفسرای قرآن، ترجمان قرآن. در مقابلش ولید ابن عقبه ابن ابی معیط، برادر حضرت عثمان، برادر مادریش است. و این ولید ابن عقبه ابن ابی معیط سخنای قبیح ناشایسته گفت درباره هم حضرت عبدالله ابن عباس، هم عموما بنی هاشم، هم حضرت علی. از دور صدا کرد شما خلیفه مسلمانان را کشته، شما فلان کرده، بسمدان کرده، امروز به سزای عملتون میرسه. اما شاه مفسرای قرآن نعره زد، گفت یا ولید زنک واری در پشت قشون بجانش، بیا میدان، بیا جنگ گپ داری در میدان گپ زن. اما ولید ترسید. حضرت عبدالله ابن عباس قصه میکنن یکی از بهترین جنگهاش بود. تا آخر تا بگاه در صف لشکر و در صف پیش بر ضد خصمها جنگید. بگاه شد، قشون برگشتن. قشون به نهایت زیاد از ثبات کاری از حد زیاد نشان میدادن از هر دو جانبم. قبیله بنی حمیر اکثریتش قسم یاد کردن نزد معاویه که جانمون فدا میکنیم، یعنی قسم به خون سوگند یاد کردن، پیش خدا نظر کردن که مقصد ما در راه محافظت، در راه جنگ با دشمن جانمون فدا میکنیم، بتر محافظت میکنیم. همه طایفه مردم حالی هم هستن، کمیکادزه میگن. شو شنیده؟ کمیکادزه یعنی شخصی که خچه با کشتن میته. در وقت جنگ های SSR با یپونیا، اما جنگ دیم جهان دا عموما یپونسا کمیکادزه داشتن. مثلا در پیش پولیمیاد می ایستاد، ما بودویا که نه ترسم و نه گریزم گفته، می گرفت با زنجیر دستش در پولیمیاد محکم می بست، کلید دور می پرتافته در یگون دریا. اگر دیگه گریختن هم که میشد گریختن نمیتونست در پیش پوشکه یا که مثلا در یک ترپیده میشناندنش، همون را اداره میکرد، میبرد در کشتی دشمن میزد، خشم میکشت. همیشه را کمیکادزه میگن. یا در آسمان تیارش هم میگرفت، میبرد در سمالیات دشمن میزد، میکفان. علمی یک ایده به نهایت زیادی قشون حضرت معاویه سوگند وفاداری یاد کردن که تا آخران قطره خون محافظتت میکنیم. برای هم بسیار با ثبات جنگ میکردن. قصه کوتاه روز دوشنبه شد. روز دوشنبه قیس ابن سعد پسر سعد ابن عبیده خارج شد. در مقابل ذی‌الکلاء حمیری سرور قبیله بنی حمیر
بسیار قبیله کلان است، قبیله سرشمار است. از حمیری ها کسی از جانب حضرت علی جنگ نمیکرد. این مردم اصلا در همون شام زندگی میکردن، با حضرت علی آشنایی هم نداشتن. از همون خاطر از همون ابتدا که معاویه را میشناختند، با حضرت معاویه بیعت کرده و همیشه از او پشتیبانی میکردن. روز دوشنبه هم هیچ نتیجه نداد. روز سه‌شنبه با نوبت اشتری نخعی شد. وقتی که روز سه‌شنبه جنگ تمام شد، حضرت علی گفت با این مردم خرخشه تا بکی همه قشون ابروره. روز چهارشنبه لشکر را آماده کردن دیگه. پهلوانای جدا جدا نه، تمام صف لشکر را از جانب میمنه حضرت عبدالله ابن بدیل صحابی بزرگ پیغمبر را تعیین کرد. از میمنه لشکر از بنی خزاعه است. از جانب میسره، از جانب چپ، سرور سرلشکر عبدالله ابن عباس بود. در سواره ها، در قشون سواره اشتر نخعی را حکمران تعیین کرد. در پیاده ها عمار ابن یاسر را. در قاری ها گفتیم جداگونه جنگ میکردن. در قاری ها هاشم ابن عتبه و یک نفر دیگر با نام، یک قاری دیگر بود با نام مسعر ابن فدکی تمیمی از بنی تمیم. این جوان مرگ به خیانت میکنه، ولی گپ میزنیم که چیکار کرد. از جانب حضرت معاویه لشکر شام هم سفارایی شد. میمنه لشکر را به ذوالکلای حمیری داد. در جانب میسره حبیب ابن مسلمه را سردار تعیین کرد. عمرو ابن عاص سرداری تمام کاوالری تعیین کرد، اسپکیا. و شرحبیل ابن سمت سردار پیاده ها همراه ضحاک ابن قیس تعیین کرد. خود در قلب ایستاده بود. 11 صف گرفته بودن شامی ها، 5 صفش همو کمی کدزیو بودن. با سلاحاشو خشونه بستن، سلاح را گرفتن، همدیگر را از میانو بستن که همه متحد باشن، یک صف باشن. 6 صف دیگه پیشتر بود، این 5 صف حضرت معاویه را محافظت میکردن. تصور کنه 11 صف از جانب کوفی، از جانب عراقیان 11 صف بود و جنگ شروع شد. اگه تصور کنه تمام عامه زیاده از 100,000 از یک طرف، 150,000 از طرف دیگر. جنگ به نهایت شدید شروع شد روز چهارشنبه. از هر دو طرف هم کارنمایی های به نهایت سخت می رفت. چی جوان مردای در این راه شهید گشتند از هر دو جانب. تا بیگاه جنگیدند، غلبه یگان طرف نبود. وقتی که شام شد لشکر از هم دیگر جدا ساختند. حضرت علی در میان لشکر میگشت گفت مردم خدا را عبادت کنید، از خدا نصرت طلب کنید، از خدا نصرت طلب کنید و شب نماز خوانید، نماز تهجد. ما را خشم نمیتا، همه کاری دولتی را بهانه کرده و نماز تهجد نمیخیزیم که نماز بخونیم. مردکو را ببینید اگه فرد باید جنگ کنن، در جنگ چقدر انرژی صرف میشه و اکثر قشون تا صبح خواب نکردند، در عبادت خدا بروز کردن. از جمله خود حضرت علی دعا کرد که پروردگارا ای خدایی که صاحب زمین و آسمان ها هستی، همه را تو آفریده ای، همه در قبضه قدرتی توست. پروردگارا اگر تو ما را نصرت دادی، قلبنا حلیم بگردان که جور و ظلم نکنیم نسبت طرف مقابلمون. اما اگر اونا نصرت یا من، پروردگارا جام شهادت بابا چشم، اگر او طرف غالب بیاین، من آرزو دارم که جام شهادت هم من بچشانی که در میدان جنگ شهید شوم. باور کنید من همین قصه را به یگان وقت به گریه خوندن نتونستم. یک چند وقت پیشتر، 1-2 هفته قبل از این، برادرها داریم، برادرای محب از شهر نورک. یک برادر داریم با نام طلبشاه، از مسجد زنگ زد گفت ویجا محبا شیشتگیان یادت کردیم. گفتیم یک
گپ تا بشنویم. من کتاب خونده استم کریسته استم اینم وضعیت بودم. همین جنگ سیفین بود. چیکار کرده سی دوملو؟ گفتم چیکار کنم؟ قصه شهادت حضرت عمار ابن یاسر را میخوانم، گریه دارم. بسیار جنگ قتال بود. جنگ به نهایت جنگ سخت بود، جنگ بین مسلمانان بود. صبح روز پنجشنبه قشونا صف بستند، جنگ شروع شد به همون شکل اولا. حضرت عبدالله ابن بدیل سرداری طرف میمنه لشکر، طرف راست، قنات راست، مردم تحریک کرده به هجوم گذاشت، با قوش به هجوم گذاشت. به میسره لشکری معاویه هجوم کردند، قشون حبیب ابن مسلمه را پخش کردند، حتی که به قلب لشکر نزدیک شد. اما معاویه که واقعا زیرک بود، جنگ دیده بود، سر لشکری بسیار خوب بود، گروه های احتیاطی را همش در طرف چپ پرتافت، قسم های احتیاطی رزرو همه را در طرف چپ پرتافت. از همین خاطر وضعیت بسیار تنگ شدن گرفت و عاقبت الامر یک عده از قوم های مسلمانی که تازه‌واری در جنگ بودن، حال جنگ واقعی را ندیده بودن، گریختند. قبیله های بنی مزر گریخت. بنی همدان وقتی که 180 پهلوانش از دست داد، خاصتا که 12 سرلشکرش اینا را هم گریختند. عبدالله ابن بدیل با 300 نفر تنها ماند در طرف میمنه. وضعیت بسیار ناجور شد. حضرت علی که از قلب به سوی میمنه نزدیکتر بود، دید که دشمن یک روز به سوی او هجوم کرده اومده است. دیدن حضرت علی را، به طرف حضرت علی کاولری دشمن تاخته اومده است. پسرش امام حسن گفت پدر جان اندک شتاب که طرف میسره رفته است، یعنی حقیقت فرزندش. امام حسن و امام حسین محمد ابن محمد حنفیه همراهش هستند. گفت تیزتر قدم بزن که حاضر میرسم به ما. گفت جان پدر، یک روز گفت به سری پدرت مرگ میآید که نه به تاختن از او گریخته می شود، نه به آهسته رفتن، نه به ملایمت، نه به سختی و صبر. از چنگال مرگ کسی نگریخته است. تو مرا شتاب نکنون. همه قشون نگاه دارن که علی چی کار میکنه. اگر حوزی من بگریزم این قشون چی گمان میکنن؟ وقتی که سرلشکر گریخت تمام قشون میگریزه. یکی از موالی یک غلام آزاد شده ابو سفیان رضی الله عنه که بسیار خلاصه پهلوان بود، بسیار قوی بود، با نام احمر، با جانب حضرت علی هجوم کرده است. اگر میگم من ترا قتل نکنم خدا من قتل کنه، هجوم کرده اومده است. که سری رهش مولای حضرت علی کیسان گرفت، غلام آزاد کرده حضرت علی. بینش جنگ شد. این احمر غلام مولای بنی امیه کیسان کشت. بعد به جانب حضرت علی آمد. حضرت آرام صبر کرد. وقتی که نزدیک شد با یک دست از گریبان دیرش گرفت، با دست دیگه از کمربندش. عبدالرحمن سلمی راوی میگه که قسم به خدا یا وقت دیدم که پاهاش ای سر حضرت علی بالا شد، گرفت به همون بوجوسه تواناش حضرت علی از بالای اسب که انداختش، رفت زد، بازو و کتف راستش شکست. حضرت امام حسین و محمد در یک لحظه کارش تمام کردن، سرش بریدن. حضرت علی با امام حسن گفت تو چرا ایستادی؟ چرا برادرات کمک نکردی؟ گفت یا امیرالمومنین او 2 نفر بسن، ای دستی او دیگه کسی اینده میمونه، به من نمیرسی. هر قدر التماسش کرد پدر جان شتاب کن. تیرها میگه از بالای سری حضرت علی و از بالای کتفش میرفتن، اما همه خیلی آرام و با تمکین آمد به طرف میسره لشکر، به قنات چپ. در قنات چپ حضرت عبدالله ابن عباس بود همراه قبیله بنی ربیعه. همه قبیله آرام ایستاده بودن، همه قبیله تکان نخوردن. حضرت علی اومد گفت این رایه کی است؟ بیرق کی است؟ گفتم بیرق ربیعه
گفت این بیرق ربیعه نیست، این بیرق خداست، بیرق پیغمبر خدا است. خشو بحال تو. وقتی که بنی ربیعه را تعریف کردن، سرور شو خالد ابن معمر گفت ای بنی ربیعه، خدا شما را دوست می داشته است که مرد مثل علی شما را تعریف و توصیف کرد. اگر قسم به خدا گفت در پای علی یک خور بخلد، شما خائن قوم عرب و قوم مسلمان خواهید بود. و بنی ربیعه به نهایت مستحکم ایستادند در جنگ. حضرت علی آمد، ضربه دشمن گرداندن، خود آیسته آیسته به هجوم گذاشتند. حضرت اشتر نخعی را صدا کرد، گفت یا اشتر، طرف میمنه لشکر پراکندهش جمع شو بیار. گفتیم که این اشتر نخعی همو خشونهای زود عمل بود، روانه شد. بعضی گریزه ها شناختنش، صداشو کرد بیایه این مردم را میشناسه. اول گفت من مالک ابن حارث هستم، بعد اندیشه کرد که ولی مالک ابن حارث بسیاری مردم نمیشناسن. گفت مردم من اشتر نخعی هستم بیایه. و این اشتر بسیار شخصی معروف و مشهور بود، در گردش جمع شدن. حارث ابن جمحان میگه یک شخص را دیدم مثل شیر بعد دشمن هجوم کرده و ضربه میزند، نزدش آمدم میگه گفتم فداک ابی و امی، منند پدر و مادرم فدات شود، تا کی هستی شیر مرد؟ گفت یا حارث مرا نشناختی؟ وقتی میگه نقاب از روش کشید، دیدم اشتری نخعی است. مردم صدا کردم که مردم بیایه. بعد میگه سوالش کردن که امیرالمؤمنین چه حال داره؟ این بیچاره گریزه ها گمان کرده بودن که حضرت علی به شهادت رسید. اشتر گفت الحمدلله آرام است، اما شما شرمنده شده، عیبه نمیدونه. ای مردم، ولی اون پدرای شما در قبر آرام نمیخوابند. شما زنها را شرمنده کرده، او زنهایی که منتظر غلبه شما در خانه های ایستادیان. شما نخواه امیرالمؤمنین نازنین پرتفته و بگریزه، با کجا میگریزه؟ امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه به من امر کرد که به شما خطاب کنم که ای مردم، ای بنی حمدان، ای بنی مزر، شما از جنتی که منتظر تو هست به سوی همین دنیای دون میگریزه. کجا میگریزه؟ عیبه نمیدونه؟ آخه از میدان جنگ ریختن گناه کبیره است، شما مرتکب گناه کبیره شده. بعد در گرد اشتر نخعی جمع شدند، باز از سرینو آمدن. وقتی اشتر آمد به نزد عبدالله ابن بدیل رسید، دید در اطرافش 250-300 نفر هستند، خلاص بهش را دفاع کرده استیان. زیاد ابن نظر تمیمی جام شهادت نوش کرده است، شهید شده است. سعسعه ابن سوحان در همین جنگ به شهادت رسیده است. کسایی که بیرق بردار بودند. ای خوشبون ای خدا نمیشه. و اشتر قشون طرف میمنه را از نو در جای خود راست کرد. بنی حمدان که قوم قبیله خودش بودن به اونا مراجعت کرد. ای بنی حمدان، آقای گفت شما شجاعای عرب هستید، شما شیر جیان بیابان هستید، شما نخواه از همین بنی حمیر بگریزید. قسم به خدا گفت در بنی حمیر یک پهلوان نیست که چین یک پری پشه قرب منزله داشته باشه در چشم من. شما نخواه از همین بنی حمیر بگریزید. و مردم شجاع گردان از سر نو آمدن. این روزی پنجشنبه است، الکی بعد نماز عصر کم کم غلبه جانب لشکر حضرت علی گذشت. تا نماز عصر خوب گریخته بودن، اما بین نماز عصر و شام هجوم شروع شد به سوی لشکر شام. از طرف میسره لشکر نیز عبدالله ابن عباس با قبیله بنی ربیعه که بسیار قوی و مستحکم بودن به هجوم گذاشتند. معاویه به ذوالکلاء حمیری امر کرد، گفت یا ذوالکلاء سری راه قبیله بنی ربیعه را گیر، که این مردم بسیار سخت جنگیده استند. ذوالکلاء حمیری همراه عبیدالله ابن عمر پسر حضرت عمر آمدند. یک عجیب کاری شده همینجا در تاریخ آمده است. حضرت عبدالله ابن عمر پسر عمرو ابن عاص حدیثی را بیان کرد. گفت من از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که حضرت گفت یا عمار تقتلک الفئة الباغیه، ای عمار ترا لشکری
باغیه لشکری ظالم، لشکری آشوبگر میکشه. وقتی ذوالکلای حمیری ایگه پشنید نزد عمرو بن عاص اومد، گفت یا عمرو مادر در ماتمت بشینه، این چیز سخن است من شنیدم. آیا پیغمبر گفته بود که عمار ابن یاسر لشکری باغیه میکشه؟ تو ما را به کجا آوردی به جنگ؟ پس ما لشکری باغیه بدهیم؟ حالی گفت من خطیت بعد دیگه خیلگم میزنم. این ذوالکلا سروری لشکر بود. ذوالکلا گفتیم سردار قبیله بنی حمیر بود. شما ما را فهم کرده که حق به جانب ما است، معلوم میگرده که عمار ابن یاسر جانب علی جنگ میکرده است. اما عمرو ابن عاص که بسیار زیرک بود گفت پروا نکن، حالی عمار ابن یاسر طرف ما میل میکنه، طرف ما میگرده. جنگ بسیار شدید شد، از یک طرف بنی حمیر، از یک طرف بنی ربیعه. در همجام جنگ چنان ثباتکاری نشان دادن، شما جنگ ببینید تا کدام درجه که سرلشکرها کشته شدند. ذوالکلای حمیری به شهادت رسید. عبیدالله ابن عمر جنگ میکرد، قتلش کردن، کشتنش، سرش از بدنش جدا کردن. و این قبیله بنی ربیعه یا قدر عبیدالله را کجا میدونن؟ بیچاره یا تابعین علاقه بعد مسلمان شدگیان. برای سرلشکرشون، برای زیاد ابن خصفه میخواستن خیمه جور کنن، خیمه را بزنن. از 3 منطقه جا یافتن، بندهای همون خیمه را بستن، از این طرف نیافتن، همون بند خیمه را در پای عبیدالله ابن عمر رضی الله عنهما بستن. پای همون کشته شده ده بند خیمه را بستن که بند بکپا بیستن. زن داشت با نام اسماء از بنی تمیم از امیر ربیعه بود، آمد گریان و التماس کرد تا اینکه زیاد ابن خصفه همون مرده شوهرش در دستش داد، گفت بریم بگرانش. گفتیم سرور قشون پیاده حضرت عمار ابن یاسر بود. به مردم مراجعت کرد، گفت ای خلق، ای مردم، ای مسلمانان، بیرق عمرو ابن عاص نشان داد شون. گفت من بر ضد همین بیرق همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 مرتبه جنگ کردگیم، همراه با پیغمبر بر ضد صاحب بیرق. امروز باری 4م است که من با صاحب بیرق جنگ میکنم. این عمرو ابن عاص است. اگه این دشمنی بین خود شده، البته که عمرو ابن عاص بعدها از کاری کردگیش پشیمان شده است، قبل از مردنش گریه کرده است. ولی انشالله اگر وقت امکان بده او حدیث مفصل پر براتون میگم، حدیثی صحیح است، در صحیح بخاری اومده است. اما واقعا عمرو ابن عاص در زمان جاهلیت سرداری قریشی ها بود، سرلشکر بود. چی در جنگ بدر، چی در جنگ احد، چی در جنگ خندق، در هر 3 جنگ شرکت داشت. از اما خاطر گفت که من بر ضد صاحب بیرق 3 مرتبه جنگ کردم در عهد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، امروز باری 4م است. و مردمش شجاع کرد که مردم جنت نازلین منتظر ما است. به هاشم ابن عتبه مراجعت کرد، گفت یا هاشم الجنت تحت ظلال سیوف. از امر ما چی ماند است؟ گفت ما همراه سرور عالم محمد صلی الله علیه و سلم زندگی را دیدیم، زندگی کردیم، همراه جوان مردا، همراه صحابه ها زندگی کرده بودیم. امروز دیگر زمان دیگر شده است، رفتار و کردار مردم دیگر شده است. به ما چی نمیرسد؟ فقط جام شهادت نوشیدن. و پیش گفت الجنت تحت ظلال سیوف، جنت در زیر سایه شمشیرها است. و هر در روانه شدند. در میان جنگ حضرت عمار وقتی که اندک استراحت میکردن، گفت بیاره یگان چی من بنوشم، تشنه ماندم. در یک کاسه شیرش آوردن، شیر دید خندید. گفتن یا عمار چی میخندی؟ گفت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بشارتم داد. گفت یا عمار آخران شربتی که از دنیا می نوشی شیر است و تو را یک قشون باغیه، یک لشکری سرکش، یک لشکری آشوبگر به قتل می رسونن. انشالله از خدا امید دارم که این جام شهادت بود که من نوشیدم. و در جنگ خارج شد.
سه نفر از قشون شامی ها به او هجوم آوردند. یکی به نیزه زدش موسی 90 ساله را و دیگری با شمشیر در گردنش زد و حضرت عمار جام شهادت نوش کرد، در اونجا شهید شد. حضرت عبدالرحمن سلمی میگه که شب به قشون شامی ها گذشتم که آیا خبر دارن از کشته شدن عمار. نزدیک شدم، میگه به معاویه دیدم که همراهش سه نفر دیگر ایستادیان، عمرو ابن عاص، عبدالله ابن عمرو ابن عاص پسرش و یکی دیگر. عبدالله میگه به پدرش مراجعت کرد، گفت پدر جان یاد داری وقتی ما مسجد می ساختیم مردم یک خشت میکشیدن، عمار 2 خشت کشید. مردم یک سنگ میبردن، عمار 2 سنگ میبرد، 2 سنگ در جانبش و در روحش چنگ خاک میشسته بود. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدش آمد، ردای مبارکش گرفت، روی عمار را تازه کرد، گفت یا عمار ویحک، وای بر تو، گفت تو اینقدر تشنه آخرت هستی، تشنه ثواب هستی که دو غشته میکشی. یا عمار گفت زمان می شود که یک لشکری باقیت را قتل میکنن، تو اونا را به سوی جنت دعوت میکنی، اونا را به سوی دوزخ. همین یاد داری؟ عمار ابن یاسر جانب لشکری حضرت علی قتل شد، پس حق به جانب اونا بوده است، همون لشکری باقیه ما هستیم. حضرت معاویه را غضبش کرد، میگه گفتم پسر دیوانه تبگی که مردم همه را به شور میبردارن. حضرت عمرو ابن عاص گفت راستی که من نمیدونم ایچی بسیار ترخر سنجیدم، از کشته شدن ذوالکلاء یا از کشته شدن عمار ابن یاسر، زیرا اگر عمار ابن یاسر کشته میشد و ذوالکلاء زنده میشد حتما ما را به خرخشه میکشید، حتما ما را از برده میکشید. که خود سخنی تا کجا شد که گفتی عمار ابن یاسر جانب ما میگذره، از جانب ما جنگ میکنه. و ببینه که موسی 90 ساله در بستر راحت نه، در میدان حرب در راه حق جان به جان آفرین تسلیم کرد، خوشا به حالش. از حضرت حذیفه ابن یمان صاحب سیر پیغمبر روایت است، میگویند که نزدش در آمدیم که یا حذیفه تو صاحب سیر هستی، یک زمان فتنه در سر مردم می آید، چیکار کنیم، کدام طرف بگیریم؟ حذیفه ابن یمان گفت که در هر طرفی که عمار ابن یاسر باشه حق در همون طرف است، شما از همون طرف باشید. از همین خاطر تمامی بزرگا، تمام معرخا، الحمدلله اهل سنت و الجماعه همه معتقد هستند که حق به جانب حضرت علی و قشونش بود و حضرت معاویه در این جنگ خطا کرد، اما از بس که خطا را به اجتهاد کرده است از همین خاطر حوالش به خدا میکنیم. از بس که صحابی پیغمبر است، صحابه های پیغمبر مرتبه و منزلت بسیار بلند دارند، امید است که خدای تعالی عفوش کنه، امید است که خدای تعالی حضرت علی و او شهدا را راضی گرداند از همدیگر که از هم قصاص طلب نکنند. قصه کوتاه به شب جنگ تمام نشد، جنگ ادامه داشت. شبی پنجشنبه به جمعه تا صبح جنگیدند. روز دیگر در آمد، وقتی نماز ضحی بود که کم کم شکست در لشکر شام افتاد، دیگر پراکنده شدند، وضعیت بسیار ناگوار شد. اشتر نخعی در بین صف لشکر مثل یک شیر به جنگ میکرد، قشون از هر طرف تحریکنان که به پیش هجوم کرد، از همون 5 صف کمیکدزی هایی که ایستاده بودند 4 صف شده راند. یک صف دیگه مونده بود، معاویه را میدیدند الکی. حضرت معاویه میگه اسب طلب کردم، خواستم در اسب سوار شوم، اما در همین لحظه یک نظم را از ابن اتنابیه در یادم اومد. یک شاعر است که گفته بود که کجا میگریزی با شرم حیا چخیل زندگی میکنی، معنای شعر همی است مرد باش، با ثبات باش تا اینکه شرف دنیا و آخرت نصیب روزیت بگرده. همین شعر میگه از راه بازم داشت.
به عمرو ابن عاص مراجعت کرد، گفت امروز گفت صبر میکنیم، فردا شرف و جود همه طرفی ما میشود، غلبه طرفی ما میشود. یک وضعیت آمده بود که غلبه نزدیک شده بود. قشون شام باید همین لحظه یا لحظه دیگر پاش میخوردند و پریشان میشدند. دیگه هیچ سرکرده و سرورشون نمانده بود که قشون رهبری و قیادت کنند. در همین لحظه عمرو ابن عاص که گفتیم که بسیار زیرک و سیاستمدار بود، گفت یا معاویه یک کار پیشنهاد میکنم که سبب نجات میشود، سبب جمع بین ما و تفریقه لشکر خصم میگردم. با تمام مردم فرمانده تا اینکه قرآن ها را در سر نیزه هاشو بزنن و بردارن، مصاحف بردارن و بگن که ما پیش خدا از ظلم شما پناه طلب میکنیم، باید حکمی بین دو لشکر به قرآن حواله شود، قرآن باید حکم شود در این بین، طبق قرآن باید مسئله حل فصل بگرده. معاویه و تمام لشکر فرمان داد که هر کسی مصحف داره مصحف در سر نیزه بزنه و برداره. همه لشکر مصحف داشتن، 10,000 مصحف به آسمان برداشته شد در یک آن واحد. وقتی این کار دیدن مسلمانان در اندیشه غلطیدن که این چی نو میشود، طرف مقابل به جایی که نیزه ش در سینه من بداره با نیزه مصحف برداشته است، چخیل بر او را ضربه بزنم. در اندیشه غلطیدن که چیکار کنیم. یک عیده از قاری ها، خدا جان این قاری ها را مست کنه، او قاری اختونه بکنه، آمدن نزد حضرت علی در تحت سرپرستی همون مسعر ابن فدکی تمیمی. گفتند یا امیرالمؤمنین اونا قرآن برداشتین، جنگ بس کردن در کار. حضرت علی گفت ای بی سوادا شما چیکار میکنه، زورشان آمد قرآن برداشتین، زیاده از 2 ماه شد که من به سوی همین قرآن دعوت چو کرده استم، قبول ندارن، شما فهم نخره. امروز از ترس جانشون قرآن برداشت است، یعنی اینا کار تمام شد، یک حمله دیگر مسئله حل می شود. گفتن ما بر ضد قرآن دارو جنگ کنیم، کسایی که قرآن برداشتیم. گفت آخه اینا فن نکنن، ای مردم این معاویه را من از خوردیش میشناسم، عمرو ابن عاص از خوردی میشناسم، فند اینا را نخره، مگر ما به قرآن دعوت شو نکردیم، مگر این قدر شخص وکیل سفیر کرده و به نزدشو نفرستادم، پشیمان میشوه، پشیمانی فایدتون نمی. اما سخت ایستادن. گفتن اگر اشتری نخیر پس صدا نکنی، همون کاری را که با حضرت عثمان کرده بودن ما با تو میکنیم. لشکر خود حضرت علی، همین جوانمرگ قاری ها که حقیقتا اینا نه سیاست هم میفهمن نه در جنگ و قدر دل گرده دارن، حضرت علی را تهدید کردن که اگر اشتر را صدا نکنی کاریت را حل میکنی. حضرت علی حانی ابن یزید نزد یزید ابن حانی را ببخشید نزد اشتر فرستاد که اشتر را صدا که بیاید. متاسفانه وقتی ما تمام شد، افسوس صد افسوس که در جای از همه عجیبترش اومده بودیم، از جای از همه مهمترین. خیلی انشاءالله ولی هستیم با شما، صحبت ها ادامه خواهند داشت. فقط همین قدر براتون میگم که هفته آینده من نیستم، در سفر هستم. انشاءالله یک کنفرانس داریم در جمهوری برادری قزاقستان. جمعه آینده ما از قزاقستان برمیگردیم، اما تا وقت نماز با فکرم که رسیده نمیتونیم، شاید بعد نماز باشد. از همین خاطر هفته آینده انشاءالله داملا ابراهیم به سوالا جواب خواهد گفت، یا هر صحبتی که میل داشته باشد انجام خواهد داد، و بعد یک هفته بعدتر صحبت مون از همین جایی که قطع شده است ادامه میتیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.